با قوس خیلی ملایم و شیب خیلی ملایم به سمت پایین یک رابط و یک قسمت دوم. اگه یه خط عمود من مماس با تیزی انتهای این رسم بکنم، این قسمت از لحاظ ارضی یک نقطه هست. شما باید ببینید که این کلمه‌ای که نوشتین توی تمرینتون دقیقاً این قسمت یک نقطه شد یا نه. یه خط زمینه اگه اینجا بکشم می‌بینید که پاشنه از خط زمینه فاصله داره و این تیزی انتها فقط برخورد کرده به خط زمینه. از لحاظ ارتفاعی هم این قسمت زیر یک نقطه هست. پس این نقطه گذاری ها رو خیلی جدی بگیرین و مدام مشقتون رو با این نقطه گذاری ها حتما چک بکنین. نتا خیلی عالی شده، فقط یه ایراد خیلی کوچیک داره، اونم این که قسمت اول باید یه مقدار ضخامتش کمتر باشه. تکیهگاه همیشه توی کلمات اون قسمتی از کلمات هستن که به خط زمینه نزدیکترن. توی بر الان این قسمت تکیهگاهه، این تکیهگاه باید تعادلش یه جوری برقرار بشه، این کلمه باید یه جوری تعادلش برقرار بشه که وزن این قسمتایی که از خط زمینه فاصله دارن رو این قسمتی که به صورت به عنوان تکیهگاه ما در نظر گرفتیم و نزدیک به خط زمینه است بتونه تحمل بکنه. الان نتا این قسمتی که نزدیک به خط زمینه و چسبیده به خط زمینه تکیهگاهمونه. با قوسی مقدار دهانه اینجا باز میشه به سمت چپ و بلافاصله جمع میشه به سمت راست. یعنی ما اینجا یه قوس خیلی ملایم داریم. این قسمتی که به خط زمینه مماس شده تکیهگاهمونه و این قسمت باید بتونه وزن این قسمت قبلی رو تحمل بکنه. پس نمیتونه این اگه خیلی سنگین و ضخیم باشه اینقدر سنگینی ایجاد میکنه که احساس نامتعادلی به اون دست میده و احساس میشه که از این ور داره میفته. من فکر میکردم که باید برای شما از ابتدا الف و حروف رو کلا توضیح بدم، ولی احتیاجی نیست. با سطر نویسی جلو میریم، با سطرهای ساده. در حین سطر نویسی من حروف رو هم اگه ایراد داشته باشیم بهتون میگم، چون خطتون از چیزی که فکر میکردم بهتره. این فضا باید یک نقطه باشه، یک نقطه که به زور جا میشه. الف‌های متصل مثل این، یعنی اتصال دارن، ارتفاعشون 3 نقطه و 1 ذره هست. اون 1 ذره به خاطر این اتصالشه، وگرنه الف خالی بدون اتصال، الف‌های منفصل 3 نقطه انده. بد فوق‌العاده است، نه تا بد، اون بدش عالیه. کو هم خیلی خوب نوشتین. واو که فوق‌العاده شده، فقط اون اتصال که باید الفتون کوتاه‌تر باشه. الف‌های که اینجوری به این شکل هستن و از خط زمینه هم فاصله دارن این مقدار کوتاه‌ترن. قسمت انتهایی رابط خم میشه. هر جزء به هر جزء دیگه‌ای بخواد وصل بشه توی خط نستعلیق با یک رابط وصل میشه. حالا بعضی رابط‌ها مشخص‌ترن، راحت‌تر دیده میشن، بعضی رابط‌ها پوشیده هستن و از زیر کلمات میرن. رابط خم میشه با سینه قلم، سر واو رو اجرا میکنه. این الفک باید 2 نقطه باشه. اگه من از اینجا یه خط اوریب رسم بکنم با زاویه قلم گذاری واو مماس میشه و در انتها به این شمره واو نزدیک میشه. اینجا هم پاشنه فاصله داره و تیزی نزدیک یا برخورد میکنه به خط زمینه. دهانه واو یه عرض قلمه دقیقا. خوبه. ری که نوشین نازک شده، فقط ری از 2 بخش تشکیل میشه. یه بخشی که به عمود نزدیک تره
و یه بخشی که به افق نزدیک تره. یه خط زمینه بکشیم میبینیم که تیزی برخورد کرده، پاشنه فاصله داره. ارتفاع ر 2 نقطه هست. اینجا هم اگه یه خط عمود بکشم اینجا میبینیم که 1 نقطه است. از لحاظ ارزی بخش اول که به عمود نزدیک تره طولش همیشه بیشتره از بخش دومی که به افق نزدیک تره و نازک شده. این ضخامت ها رو یه مقداری دقت بکنین. این قسمتی که به افق نزدیک میشه ضخامتش بیشتر میشه. الفتون شبیه 1 شده. الف داره قوسه. یه مستطیل رو شما در نظر بگیرین. از گوشه سمت راستش شروع به حرکت کنین، از مرکز عبور بکنین و گوشه سمت چپ تمومش کنین. این میشه یک الف. حالا با یه سری در واقع این حالت اغراق شده شه دیگه. این شکل اصلی الف ما هست. ارتفاع 3 نقطه‌ای داره. ابتدایش خم به سمت راسته، در واقع اینجا داره یه دایره رو تشکیل میده، انتهاش داره اینور یه دایره رو تشکیل میده و ضخامتش هم این قسمت بیشترین ضخامت رو داره. هر چی به سمت پایین میره نازک‌تر میشه. یک با می نویسیم. بایی که از بای معمولی یه مقدار ارتفاعش بیشتره، تقریبا به 4 نقطه میرسه. هم ارتفاعش بیشتره هم قوسش به سمت راست بیشتره، یعنی از این ور شکم دارتره. چرا باید قوسش بیشتر باشه؟ به خاطر اینکه ما این ور یه اتصال خیلی سنگین داریم و باید بتونه وزن این اتصال رو تحمل بکنه. این الف رو تقسیم بر 2 بکنین از لحاظ ارتفاعی. از وسطش خیلی ملایم و با قوس یه رابط خارج بکنین. رابطمون هم به حالت مثلثی شکله، شبیه یک مثلثه. از بالا هیچ زاویه‌ای نداره ولی از پایین یه حالت سفیدی مثلثی شکل هم داره. گفتیم هر جزء بخواد به جزء دیگه توی نسلیق وصل بشه باید یه رابط قبلش باشه. برای شما هیچ رابطی وجود نداره، مستقیم کشیده رو به خود الف وصل کردیم. اینجا خط زمینه باید پایین تر باشه، در واقع باید اینجا باشه. مرکب بیشتر برمی‌دارین یه مقدار. قلم خوابیده روی رابط، دیگه به الف نمیچسبونم، روی رابط در انتها با NC به سمت بالا جمع میشه. من انتهاشو پر نمی کنم که شما ببینید. یک نقطه شیب داره این کشیدمون و میبینین که چقدر بهتر و محکمتر دیده میشه از چیزی که شما نوشتین. اینجا برای شما یه زاویه وجود داره ولی اینجا کاملا قوس داره. طول کشیده ها هم کشیده های تخت بین 9 تا 11 نقطه میتونه باشه. حالا بستگی داره به اون ترکیبی که شما دارین میزنین. انتهاش هم بخواین بعدن پرش بکنین، این قسمت مثلث شکلی که خالی مونده رو با مرکب پر میکنه. سرکش باید ضخامت بیشتر باشه و دقیقاً برخورد کنه به این تیزی. ضخامت رو بیشتر میگیرم و تیزیش دقیقاً اشاره به این تیزی الف داره. یه خط افق بکشیم. شیب سرکش تقریباً به اندازه 2 نقطه هست.
برگ اون گافش الفش باید بلندتر باشه. یه الف این ور من اجرا بکنم، یه الف بلندتر، یه الف تقریبا 4 تا 4.5 نقطه‌ای و یک ب 3 نقطه بهش متصل میشه. بی که شما بهش وصل کردین خیلی بلند شده، باید کوتاه‌تر باشه. گاف اینجوریه، یعنی گاف کشیده یا کاف کشیده 9 تا 11 نقطه طول داره، ولی خب غیر کشیدهش مثل ب نیست که 5 نقطه‌ای باشه، 3 نقطه‌ای میشه. یه مقدار هم شیب داره. کاه فاصله بین حروف و کلماتتون هم یه مقدار زیاده، یعنی را از یک فاصله گرفته، کاه از برگ فاصله گرفته، اینا همه رو فاصله هاشون هم درست بکنید. برای نوشتن کاه قسمت بالا با 3/4 قلم نوشته میشه و قوس داره. اصلا من فشار نمیدم قلم رو. قسمت پایین با تمام قلم هست، یه قوس خیلی ملایم داره. قسمت پایین با تمام قلم هست و از این انتها یک با وصل میکنیم، قشنگ میاد پایین و بعد به سمت بالا حرکت میکنه به این شکل، بالا و راست. درست نوشتین شما. بعد این سفیدی داخل رو خیلی کم گرفتین. سفیدی داخل اندازه داره، اندازش ارزش به اندازه یه حرف قلمه، ارتفاعش اگه من پاشنه قلم رو یا انسی قلم رو این کف داخلی بذارم و یه حرف قلم بنویسم، به اندازه یک سر سوزن زخامت، یعنی در واقع عرض قلم هم وارد زخامت بالا میشه. اندازه سفیدی این داخل کار خیلی مهمه، این رو هم حتما در نظر بگیرید. سرکش کافهای دالی شکل یا دایره‌ای شکل یه مقداری عمودترن، یعنی با این شیب نیستن، شیبشون تندتره و اول به این زخامت میخورن و ادامه که پیدا میکنن بعدش میخورن به این الف. این فضا 1 نقطه جا میشه.